میگم مرد اغز چوت نزن دیگه، به خدای نخواسته سکته میگیریم کنج خونه میفتکی. خیلی دیگه حالا که دست ما به زیر سنگ از نبود، هر چی گفته ما قبول کنی، خدا مهربانه. خب الهی شکر که ابرو تو به چی تو نره. چی ابرو نره؟ چی بمونده برمه؟ مثل بانگا معاملات بری روز 10 نفر به در از این سرا تک تک میکنه، به چی مونده؟ چی ابرو مونده؟ خیلی دیگه هر کس هم بریم میگه نمیکردی. چی جبر بیده بسن؟ چی خبر دارن؟ که خیش نامرد خدا نصیب مکن. لای خیر نبینم به خیر خوشی تکش پیرک ازی به خیر. دلم نمیشم دختر اینا دختر انسانه. من حیرون میمونم که اینا اشته میگم یک دختر بوده، اشته تقلیل. تو نه با آینده دختر خو فکر کنی، نه با خوشبختی دختر. خب نمیفهمم من دروغ میگم ما یک دختر دارم یک دختر. چی خبر دارم از دل دختر خو؟ من از وزیر و وکیل مشم تا کرچیونه بخوردم. توی کارا اونا که درد بیدرمونه میخویدی، لوکاک میخویدی. همه به سر بچه میبرد کرد. سر بچه میبرد کرد، به سر تمام خانواده کرد. انا لیمی یک سره مگر خور به خونه قایم کنم یا برم قرض بدم. من دیروزی دختر یخچال خو بیرو کرده به جلوی قرضدار من بمردم که خدای من زنده نمیگدیش که عروس من چرا یخچالی به بالای قرض بدم. من چی رقم بگم؟ من چیکار کنم؟ ولی بچه من خدا کنه بچه من آیا با کجا هست سالی چیکار میکنه؟ من برفتم اونجا که مزدوری میکنه که قرض مردم رو بیاره. چی خبر داره که چیکار شد؟ من دیگه این رقم پیر مادر ظالم ندیده بودم. به خدا به قرآن حیرون میمونم که اینا اشته نم خود پیر میگذارن. اشته میگم ما اولاد داریم. اشته میگه این یک دختره. تو تا جایی که چی به درد میکنه؟ خیلی باشه دیگه من تشویش نکنه دیگه. هر کاری کردم به حق خود کردم. خوبی هم کردم به خود کردم، بدی هم کردم به خود کردم. اولاد خورمایه. من نمیفهمم این چی رقم ماستانیه. انا ما و تو هم دختر عروس کردیم. چه کار کردیم؟ هر چی دیگه خواست خدا باشه همه میشه دیگه. میگم من عالمی دختر چای مای با تو میاره خیلی دیگه به رسول ازی هیچی نگو که رنج میبره ایم. کدو دختر کدو عروس یخچال خو میده زندگی خو همه به غرزا خو میده. خدا آماده پیاری بپرسه. بله امی قندونه رو کجا گذاشتیم شما؟ اون ما در بتا کامنی تا برد بخزا بتا کامنی تا نوات هم داره دختر خوب گردم. خوبه نکه گرد زنی دیگه کیم رنج میبره گناه داره. سلام بابا جان. و علیکم. خوبی کاکو جان سلامتی؟ شکر خوبی؟ شکر شاد. من چای نمیخورم برم. چرا مرد؟ چرا خوب کار دارم. سلامتی. تشویش میکنه دختر خوب گردم. چی شده مادر جون؟ چرا تشویش؟ اینا همه خداوند عالم آماده پیرتو بپرسه. بزدم زندگی تو خراب کردم دختر خوب گردم. هنی یخچال خود دیرو تو یخچال به درکنی بدهی ولی غرزا دل می او سیمه شد. می حالتم رزی نبودم. می رزی نبودم که تو طلاق خو بدی ولی غرزا زندگی خو بدی ولی غرزا. خب خیره مادر چی گفته بدادم که بدادم دیگه. اشته خیره دختر خوب گردم. همی گپا مگر پیرتو میفهمید مادرتو میفهمید که در زندگی تو خراب نمیکردم. میفهمم مادر میفهمم چه کار کنم دیگه آره. از اون خاطر میشه که 2 ماه اینا میشه که به سرانه نرفتم. خب نه من برم یک دفرته با بازدار برم دختر خوب بگم همین چیز میزه بسن همین چرا کارم جمع کن خوب تو بخور. هی مادر پیر بگم چه کار کنم شما. زندگی من از این خراب کردن شما. بله مادر دیگه نه سلام نه علیکی. حال خوشحال شدم شما ما رو به روز بنداختیم. من بدبخت کردین، بدبخت سیاه کردین بر شما. همه دارایی خونه به جا قرض میره. دیروز یخچال من به جا قرض رفت، طلاق به جا قرض رفت. همه خسور خوشو مستشویش بمرده. نه میگم مادر شما به می روزگار ما راضی بودیم. اشته زندگی دارم من. میگم چرا از عروسی من تیر نشده بود که شما برفت به ایران. پیر مادر یو خونه دل میخوره. هر روز که به اینجا خونه نیه بانگو معاملاتیه. تک قرضدارو در میزنه.
به مو یخچال خود طلا خواهم اما به رضای دل خود بدادم بفروختم که به جا قرضداری یا بدن قرضدارا خلاص. هر روز قرضدار بدم در ما میآید. دیگه شما به اسم سمیه دختر ندانه. شما نه زندگی خوبی به من تیار کردین، نه آینده مرماستین، نه خوشبختی مرماستین. یک دختر امیتنه. میفهمم که مادر چی شده. میگم شوم بیرون از سر دار بس بفتیده به تش و خانه بستریه. پیار مادر رو خبر نداره. اگه خبر شد دل بهتر خونمونا. خدا میگم اینا شما رو بپرسه مادر. میگم من دختر قبال خون دادم. اصلا دختر مکنیزه، غلام شمانه. چرا دختر من نگدیشین که بیایه؟ چوب کنی. چی چوب کنم؟ اصلا من خود زن گپ ندارم. به خود زنم گپ نمیزنم. شو تو کجایی که بیای خود گپ زنم؟ چوب کنم، چوب نمیکن. میای آله. بابا بس دیگه. یه مسلمانا کار نداشتن به می تعدام من خود به خونه شما به سر شما آمدم. اینا بگفتن که برو میگفتم نمیرم. شما عمیق زن یک دختر خواستیم که مرد زدن بدبخت کردین. اینا کار ندارن به من. شما چاش به خونه بود برفتن به ایران رفتن عالم کار میکنه به اونجا قرضای یادا نمیشه. سر پاخو بفروختم قرضای یادا نمیشه. در خونه که نیه بانگا معاملاتیه. هر تک تک در میزنه قرضدار. همه خسور خوشوم از جوش که ببردن از سرس خوردن مینا. شما عمیق زن خوشبختی من ماستین. دیگه شما به اسم سمیه دختر نداریم شما. تو چی میگی بابا؟ دیگه ما با سر شما نمیاییم. خوشبختی من می خسور خوشوم. سلام علیکم. دیار خوشحاله؟ شکر فضل خود شما خوبه؟ من که خودشم گپ میزنم به زن شما کار ندارم که همالک من هیچ گپی هم خود ندارم. برادر این یعنی چی؟ این چی رقم زندگیه؟ دختر ما چند وقته که خونه مادر خود ندیده. ما هم دختر داریم، ما هم زندگی داریم. یعنی چی که شما گرفتیم بیخگولی رو بندی کردین؟ چی چوب کنم؟ ما دختر شما رو بندی کردیم. به رقمی هست حالی که من میگه من خود من نمادم ولی من میفهمم زیر کاسه نیم کاسه هست. هیچ کاسه نیم کاسه نیه جان کن. هیچ گپی نی. من با دختر تو کمان مثل اولاد منه. روزی گفتم برو خونه پیار خوب گم من نمیرم کاکا جان. من شما رو یکه نمیگذارم. تو کاری نکردی به حق دختر خوب. تو ظلمی بود به حق دختر خوب کردی. تو اصلا به خدا به قرآن حیف نام پدر که بری تو بگذارم. تو پیار گفته نمیشی. تو دشمن جون اولاد خوش شدی. خدا کسی بگم بهش پیار مادر نده مثل من. نصیب هیچ بنده خدای نکنه. نصیب هیچ مسلمانی نکنه. بدبخت کردن من روزگار و سیاه کردم پیار. چی سیاه کردم؟ آخه من به عروسی تو 2000 نفر خبر کردم گفتم سری سیالا چیزی خونه فرش نداره. من به روز زمین زندگی میکنم. قلینه ما ببرده، یخچال ما ببرده به جا قرضداری خو. طلا ما ببرده، یک رختا به بر بمونده که مینارم ببره به جا قرضداری خو. راستی دختر من سمیه جان نمزاد تو بیتر شد. چی بیتر شد مادر؟ چه کاره؟ چه کاره خبر ندارین شما؟ چی گپ نه خبردار چه کاره؟ مادر مستم به شما بگم اما نتونستم بگم. چرا نگفتی مادر چه کاره بگو؟ از سر دار بس بفتده. خدا جواب به چی معنی بدیدی به چی معنی دارد؟ آدم سخلزار شما خدا بگو تو مرد در و بدر کنه الله کش در رو فهمیده بکشی خدا جواب الله دکشی مرده همین رقم بسته همین رقم بسته خوشی دختر خود خوشی اولاد تو به همین رقمه نه جواب بله یه هم زندگی ما مادر خوشحالم از این وضعیت ما دیگه هنوین ماستم نیه که بچیم اونجا به تا ایران به تا شفاخونه پرته باشه دختر تو اینجا به طلعات سرکلیر بری کنم به قرضدار بودم یخشال یا قلیل تا خونیار من وادار ساختیم کدو پیر مادر ماه که لوازم خونه عروس خود بفروشه کدو خسر خوشی ماه شما من وادار کردی برفتم قرض کردم به پیش مرد و نامرد استاده شدم قرض کردم که مسائل ناموس بود گفتم باشه که من این ناموس خور از این بدبختی نجات بدم بیارم به خونه اولاد خود مجبور کردی من همه بفروختم اگه نه که هیچ وقتی کارو نمیکردم خدایا از خزانه غیب خمر ببخش من اشتباه کردم شما مر ببخشیم من نمیفهمیدم من خیال میکردم دختر خوشبخت میکنم من خبر نداشتم که دختر خود بدبخت و بیچاره میکنم حالا کم دیگه کاری از دست من نمیایه فقط هم تنها کاری که از دست میایه میتونم که تمام همی فرش و قیلین و طلا و علا دختر خود به پس برای بستونم قرضا دومات خورم بودم
یک چیزم به شما بگم، پاسپورت من تیار کرده، ویزا کردیه. من خود من میرم دو مادر خوره شفاخانه میارم، هم تداوی میکنم، هم میگذارم که زندگی خوب و خوشی داشته باشه. تمام قرضای را میدم، به شرطی که من ببخشیم من اشتباهی که کردم. ما کاری نیم که تو رو ببخشیم. تو خدا ببخشه که اینقدر تو به حق دختر خود جفا کردی. ما خو هر رقم بود تیر شد. انا دست ما از زیر سنگ تو خطا خورد. ولی دعا کن که خدا سر تقصیرات تو درگذره.